بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه نثار مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف سلاله های پاکش بلخص آقا ابو عبدالله، هرچی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی و فساد گناه از دل این مملکت، از دل اهل آسمان و زمین دور کن. این قلیل توسلات و ذخیره قبر و قیامت و نزد پیغمبر حالش قرار بده. باران رحمتش رو، خیرات برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز کانال ملک خراسان. دانیال هستم. امروز با ویدیو 11 آذر ماه ساعت 2:30 الی 3 بعد از ظهر هست که در خدمت شما هستیم. از بست آیت الله واعظ تبسی میخوایم وارد صحن و سرای ملکوتی آقا امام رضا بشیم. ان شاء الله یک زیارتی با هم دیگه داشته باشیم و نایب الزیاره همه عزیزان هستم که در کامنت ها ما گفتن که ما رو یادتون نره. همونجور که مشاهده می‌فرمایید ماشین های حمل زائرها هستن که زائرها رو دارن جابجا میکنن از ابتدای مسیر آیت الله واعظ تبسی به انتهای بست. انشالله که ما هم وارد صحن و سرا میشیم و با هم دیگه یک زیارت بسیار بسیار جانانه انجام بدیم. اگر انتقادی، پیشنهادی، نکته نظری هم عزیزان دارن لطفا ابلاغ بفرمایید که در انشالله در ویدیوهای آینده آنها رو تصحیح کنیم. گنبد گلدسته بارگاه ملکوتی امام رضا رو مشاهده می‌فرمایید در غروب دوشنبه 11 آذر ماه، سه شنبه، عذرخواهی می‌کنم، سه شنبه 11 آذر ماه. در حال ترمیم یا به حساب بگیم منظمت‌کاری این موزاییک های صحن هستن، بست هستن. این مشاهده می‌فرمایید. اینا احتمالاً داشتن نم میدادن. درست انشالله با عزیزان در داخل صحن و سرا هستیم خدمتون. موفق و پیروز. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری صدیق شهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. از باید آیت الله واعظ تبسی وارد صحن سرا شدیم. این صحن قدیر هست مشاهده می‌فرمایید. اینم چایخانه صحن قدیر هست که در حال فعالیت هستند. خدام عزیز امام رضا در حال خدمت رسانی به زائران آقا امام رضا است. ما همراه باشین ان شاء الله بریم به صحن سرای گام بر بدیم با هم دیگه. امام هشتم بر ما خراسانیان منت نهاده شده. یعنی ما خراسانیان یک مائده آسمانی هدیه‌مون داده شده که ما بتونیم هر رزگاهی به زیارت این امام مهربان ضامن آهو رؤوف مشرف بشیم و یک توفیقی هم شده ما تونستیم برای شما ویدیوهایی تهیه کنیم تا این شما انشالله از این توفیق زیارت هم بی‌نصیب نشید. لذا یک زیارتی داره این سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا که من هر زمانی که میام به مشرف میشم به بارگاه ملکوتی آقا امام رضا حتما این رو میخونم، چون عزیزان گفته بودن که چه زیارتی هست معرفی بفرمایید. این زیارت 7 حدیث هست، زیارتی بسیار بسیار مجرب از آقا امام رضا و تمامی عزیزان دیگه. حتما عزیزان این رو مطالعه بفرمایید، سرچ بکنید زیارت 7 حدیث حتما براتون میارن و بعد به معنی بخونید. زمانی که شما با معنی بخونید این ارزش معنوی زیارت آقا امام رضا رو با پوست و گوشت و استخونتون درک میکنه.
از عزیزان خواهش میکنم حتما زیارت 7 حدیث رو مطالعه بفرمایید. از این بعد هر زمانی که مشرف شدن به بارگاه ملکوتی آقا امام رضا، این زیارت رو حتما مطالعه بفرمایید که از این فیض زیارت 7 حدیث هم این نصیب مشین. بله این صحنه بس شیرازی هست که واقعا وارد صحنه سرای دیگه بشیم. این از در حال احداث هست، بعد احداث رواق امیرالمومنین، یک رواق بسیار بسیار دیدنی. انشالله که هر زمانی که تکمیل شد من هم برای شما ویدیویی تهیه میکنم و به اشتراک خواهم گذاشت تا شما هم از این لذت ببرید، از این بارگاه ملکوتی، قطعه ای از بهشت در خطه ای از خراسان. صحن جمهوری رو مشاهده فرمایید. صحن جمهوری یک قسمتی داشت قبلا به عنوان اینکه عزیزان می آمدن یک ساعت آفتابی داشت اینجا، الان برداشتنش. بسیار زیبا. لحظات دیگه هم نقاره‌خوانی شروع به نقاره‌خوانی میکنه. انشالله بتونیم از نقاره‌خوانی هم براتون ویدیویی تهیه کنیم و بزنیم، هرچند که تو کانالمون قسم نقاره‌خوانی گذاشتیم. عزیزان میتونن استفاده بفرمایید. صحنه سرای ملکوتی آقا امام رضا و این رواق امیرالمومنین در حال احداث هستش که هنوز تمام نشده. قراره انشالله تا عید نوروز 405 هم آماده بشه و انشالله قابل استفاده زائرین و مجاورین آقای مهدی ابن مسلسل شد. پنجره فولاد صحن جمهوری رو مشاهده میکنین که برات کربلا میده و رزق ما خراسانی ها همه از این پنجره فولاد داده میشه انشاءالله. آقا امام رضا زیارتی است باید با پوست و گوشت و استخون ما درک کنیم. زیارتی که با پوست و گوشت و استخون درک شده باشه قطعا بی جواب نخواهد. بعد ما این ویدیوهامون رو کوتاه میکنیم که عزیزان از اون فیض زیارت کوتاه و جانانه لذت ببرن. اگر مثلا عزیزان دوست داشتن ما ویدیوهامون رو طولانی تر کنیم، قطعا در توی کامنت ها ما ابلاغ بفرمایید تا انشالله اصلاح بشه و ویدیوهای طولانی تری هم ارائه بدیم خدمت شما بزرگواران. خب صحن جمهوری رو مشاهده فرمودیم. میریم سمت صحن دیگه. از صحن جمهوری وارد صحن انقلاب خواهیم شد انشالله که لذت ببرید از این بارگاه ملکوتی. سلام علیکی علی ابن موسی رضا. سلام علیکم سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گنبد ملکوتی آقا امام رضا در غروب سه‌شنبه 11 آذر ماه مشاهده می‌فرمایید. انسان وقتی وارد این صحنه سرا میشه اصلا دوست نداره ویدیو یا اون گوشی خودش رو خاموش کنه و فیلم گرفتن رو قطع کنه. لذت میبره از این صحنه سرا، بسیار زیبا، دلنشین و زائران هم که در حال عبادت هستن خیلی دلنشینه. انشالله که همه عزیزان توفیق زیارت داشته باشن.
نایب الزیاره همه عزیزان هستیم. انشالله که ما را هم از دعای خیرشون محروم نفرمایند و کانال ملک خراسان رو به دوستان و آشنایان خودشون معرفی کنند انشالله. تا درود دیگر، بدرود یا علی.